صدا از تاریکی، حقیقت یا توهم. داستان واقعی. شنونده‌های کانال داستان ها، سلام بر شما و خوش آمدین به یک داستان دیگر. این داستان را با هم یک جا میشنویم و میریم طرف داستان. داستان آغاز میگردد. قبل از شروع داستان سلام عرض میکنم با شما خانم محترم و یک سلام بر آن کسانی که از طریق کانال زیبا و پند آموزتان داستان من را از هر جایی که هستند میشنود. و قبل از شروع داستان و سپاسگزاری میکنم بابت نشر داستان و امیدوارم که هر کسی که داستان من را میشنود درس و عبرت بگیرد و یا هم تجربهات عالی. خب شنونده‌های کانال داستان‌های عزیز، این داستانی که امروز ما میشنویم یک جا، این داستان درباره شهر مرموز، یک دختر با گذشته پنهان، اسرار خانوادگی، رازهای پنهان و جستجوی حقیقت است. و میریم طرف داستان. در دل کوههای خشک و پر از رمز و راز، شهری به نام کهنشین زاد وجود داشت. شهری که مردمش از زمانهای دور عقیده‌ای داشتند. هر کسی واردش شود چیزی بیش از خودش پیدا خواهد کرد. خب فاطمه، دختری 18 ساله، یک شب غریب وارد این شهر شد. نه پول داشت، نه خانه، نه آشنایی. تنها وسیله‌اش یک نامه قدیمی بود که مادرش قبل از مرگ داده بود. وقت دنیا در راه بر تو بست، به کهنشین زاد برو و حقیقت را پیدا کن. فاطمه به چشمهای مادرش نگاه میکرد. چشمان پر از اصرار و درد. او چیزی را پنهان کرده بود ولی مریم نمیدانست. و همچنان فاطمه هم. و نمیدانست چیست و چرا اینقدر اصرار آمیز است. وقتی به کهنشین زاد رسید، شهری به طرز عجیبی خالی به نظر می رسید. انگار منتظر او بود. فاطمه وارد قهوه‌خانه کوچکی شد. مکانی که تنها صدای روشن شدن آتش در شومینه نمی گذاشت. فضا کاملا ساکت شود. پیرمردی پشت میز نشسته بود. چهرهش در سایه بود و چیزی در چشمانش بود که فاطمه را مغصوب می کرد. پیرمرد گفت: بسیار دیر آمده ای دخترک. این شهر فقط به کسانی جواب می دهد که حقیقت را طلب می کنند. در همان لحظه برق ناگهانی قطع شد. فاطمه احساس کرد چیزی در دل شهر نفس می کشد. فاطمه در میان خرابه های یک کتابخانه قدیمی دفترچه پیدا کرد. جلدش چرمی و سیاه بود و هیچ نامه‌ای نداشت. با دقت بازش کرد. صفحه اول نوشته بود: هر حقیقتی که اینجا نوشته می شود بخشی از سرنوشت را تغییر می دهد. اما صفحه دوم خالی بود. هیچ حرفی، هیچ نقش و نشانی نبود. چرا خالی بود؟ چطور قرار بود واقعیت نوشته شود؟ شهر کهنشین زاد اصرار زیادی داشت، اما عجیب ترین نکته این بود که هر شب در تاریکی چشمه‌های در سایه‌های دیده می‌شد. چشمه‌هایی که نه انسان بودند، نه حیوان، چیزی میان اینها. هر کسی که چشمها را دید بعد از آن شب دیگر آرام نمی‌خوابید. دست کم برای فاطمه این اتفاق افتاد.
او دیگر نمیتوانست به سادگی بخوابد. گویا چیزی او را صدا میزد. شب که به نیمه می رسید، فاطمه صدای ناجواهای می شنید: حقیقت را بگو، حقیقت را پیدا کن. هر باری که نزدیک می شد صدا قطع می شد. هر بار که دور می شد صدا بیشتر به گوش می رسید. فاطمه شروع کرد به نوشتن دفترچه دیگر. هرچه می شیند یادداشت می کرد. هرچه می دید ثبت می کرد، اما حقیقت هنوز جلوتر از او بود. فاطمه فهمید که این شهر شهری آینه از دوران انسان است. هر کسی که وارد می شد مجبور بود حقیقت خودش را ببیند. اگر کسی حقیقت را انکار می کند یا می کند، شهر او را در میان کابوسهاش زندانی می کرد. یکی از ساکنان قدیمی گفت: اینجا چندان حقیقت پوشیده‌ای نمی ماند جز آن حقیقتی خودت را از آن فرار می کنی. حالا مریم باید با حقیقت خودش روبرو می شد. خب در دل کوههای بلند افغانستان شهری فراموش شده‌ای وجود داشت. شهری که مردمش دیگر چیزی از آن نمیدانست. فقط این نوشته بود. پس فاطمه دختری تنها با گذشته مهم و قلبی پر از سوال پس از مرگ مادرش تصمیم گرفت به توصیه مرموز در نامه قدیمی عمل کند. نوشته بود در کتابچه: اگر زمانی رسید که دیگر هیچ صدای جواب سوالاتت را ندهد، به کوهنشین زاد برو، آنجا حقیقت منتظرت است. فقط این نوشته بود. خب مریم تصمیم گرفت که با فاطمه حرف بزند و در آخر صفحه ببیند. خب فاطمه در آخر صفحه نگاه کرد: من حاصل عشق ممنوع و دختر فراری نیستم. من صدای خاموش شده مادرم هستم. من حقیقت را دیدم، لمس کردم و دیگر نمی ترسم. با نوشتن این جمله دفتر روشن شد. شهر برای لحظات نورانی شد. چشمها ناپدید شدند و همه آن صداها ساکت شدند و خورشید برای اولین بار پس از سالها در کوهنشین زاد طلوع کرد. فاطمه با دفترچه پر از شهر خارج شد. پس فاطمه هیچ وقت از دنبال کردن حقیقت دست بر نداشت، چون خیلی کنجکاو بود که حقیقت را بداند و گاهی برای یافتن حقیقت باید با سایه‌های درون خود روبرو شوی. فرار نکن، بنویس، بمان و باور کن. در تاریک ترین لحظه ها حقیقت به تو نزدیک تر است. بازم از شما خانم محترم سپاسگزاری می کنم و تشکر بابت نشر داستان. و این داستانی من فکر کنم برای خیلی ها شاید عجیب باشند، برای شنونده های عزیز، ولی خیلی دلم میخواست که این داستان را هر گونه‌ای که شده می نویسم و برای شما خانم محترم بفرستم، چون خیلی قدیمی و با خیلی نکات خوبی هست و امیدوارم که با شنیدن این داستان لذت برده باشید، خسته کن نباشد برای شما عزیزا. و فاطمه همچنان که از من تشکری کرده خواهش میکنم، خواهری عزیز
این کانال برای هر داستانی، هر حقیقتی، هر رازی که شما عزیزا بخوان هستند. فقط و فقط برای من بفرستید، من به خانش میگیرم انشالله. و اگر نخواستین، یک خواهر من برای من پیام داده بود که من نمیخوام که در داستان نامها ذکر شوند. پس شما عزیزان می توانید که با نامهای مستعار داستان خود را بنویسید و برای من بفرستید. و من در این روزها ناگفته نماند که کم بیزی هستم، یعنی کم مصروف هستم و این داستان هم که به نشر میرسانم تقریبا 5 روزی هست که داستان هیچ به نشر نرساندم و وقت نداشتم. و شما عزیزا با صبر باشین و داستانهایی را که برای من فرستادین من حتما به خانش میگیرم، خیلی بزودی. پس شما عزیزا تا داستانهای دیگر، شما عزیزای دل را خداوند پاک میسپارم و بابت کامنت های قشنگتان ممنون و واقعا که کامنت های بسیار عالی و قشنگ و زیبایی می نویسید. تا داستانهای دیگر شما عزیزای دل را خداوند پاک میسپارم. خدا حافظ.